بسم الله الرحمن الرحیم. دعای بیدار شدن از خواب. دعای سیم. متن این دعا در زیر این تصویر گذاشته می شود و کسانی که می خواهند این دعا را از یاد کنند می توانید کامنتر را بخوانید و در آنجا این دعا را می گذاریم انشاءالله. و متن عربی این دعا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. معنای تاجیکیش: نیست معبودی بر حق لایق عبادت بجز الله یک و یگانه که هیچ شریک ندارد. از برای اوست ملک و ستایش و او بر هر کار تواناست. ستایش سزای الله است و پاک است الله از تمام کمبودی ها. نیست معبودی بر حق سزای عبادت بجز الله و الله بزرگ است. نیست قوت و توانایی مگر به کمکی یاری الله. پس در این صورت اگر از الله آمرزش پرسد یا دعا کند دعایش قبول می گردد و اگر وضو گرفته نماز گذارد نمازش حتما قبول خواهد شد. امام البخاری روایت کردند. 1154 حدیث. بارک الله فیکم. برادر و خواهران اسلامی، به دیگرها هم فرستادن را فراموش نکنید. بارک الله فیکم.